پند و اندرز بزرگان. خاکسار باشه و هیچگاه خود را از دیگران بالاتر نگذار. منصب و مقام موقتی است، بشریت تا ابد است. وقتی که شما قلبی پاک و نیتی نیک دارید، شما هیچ کس را از دست نمی دهید، آنها شما را از دست می دهند. بعضا تو شانه کسی را نمی یابی که سرت را مانده اشک بریزی، اما همیشه زمین هست که تو می توانی سر به سجده گذاشته به الله اشک بریزی. حیات از مرگ پرسید: چرا مردم من را اینقدر دوست می دارند و از تو نفرت دارند؟ چون که تو دروغ زیبایی و من حقیقتی علم آورم. اگر این دنیا خوب می بود، در تولد گریه نمی کردیم. اگر این دنیا پاک می بود، پس از مرگ شسته نمی شدیم. سر بلند و خانه آباد باشید دوستان.